مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور یکی از سمت‌های مهم فعالیت کاری کارمندان میلیسیا به حساب می‌رود. کارمندان شعبه مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان ضمن بردن یک قطار کارکرد اخبارات‌های اپراتیوی و چاره‌بینی‌های اپراتیوی 2 نفر از ساکنان ناحیه 5 را با گمان دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور و با مقصد در آینده به صاحبیت شخص دیگر دادن دستگیر نمودند. اینها زایدов غیرت سال تولدش 1986 و مولانов رحمان علی سال تولدش 1987 می باشند. هنگامی از نظرگذرانی منزل استقامتی زایدов غیرت واقع در جماعت دهاتی 5 از جانب کارمندان میلیسیا مواد نشه‌دار دریافت و مصادره کرده شد که به نوعی حشیش منسوب بود و وزن عمومی آن 7 کیلوگرم و 231 گرم را تشکیل می دهد. اینچنین در رفته بردن چاره‌های اپراتیوی از داخل باغاج автомاشین تمغه مرسدس بنز که به شهروند مولانов رحمان علی تعلق دارد 747 گرم موادهای پسیخوتروپی نوعی متامفتامین دریافت و مصادره کرده شد. معین کرده شد که گمانبران پیوسته به خرید و فروش مواد نشه‌آور مشغول بوده با این راه منفعت به دست می‌آورند. من از ماه اوگوست 25 تقریبا اخیر اوگوست تا ماه دکبر مقصد به این مواد مخدر دست با خرید فروش مواد مخدر مقصد دست می‌زدم و خرید فروشی نشه‌داری دست زدیم. در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان نسبت گمانبران پرونده جنایتی با ماده 200 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.